سلام خدمت تک تک شما خوبان و همراهان همیشگی کانال گلوبال اسکالرشیپ هاوس. دوستان عزیز، امروز می‌خواهیم بورسی جدیدی از دانشگاه ملک سعود را برای شما به معرفی بگیریم. قسمی که شما در تصویر می‌بینید دوستان عزیز، این بورسیه فقط مخصوص مقطع لیسانس است، یعنی مخصوص کسانی است که از مکتب فارغ شدن و علاقمندانی که می‌خواهند در مقطع ماستری، در مقطع دکترا اپلای کنن، اونا نمیتونن به بورسیه اپلای کنن. قبل از همه چیز دوستان عزیز میخوام یک معلومات مختصر درباره دانشگاه ملک سعود برای شما ارائه کنم. دانشگاه ملک سعود یکی از معتبرترین دانشگاه‌های خاورمیانه هست دوستان عزیز. این دانشگاه نقش کلیدی در توسعه علمی و فرهنگی کشور عربستان داشته است. این دانشگاه اولین دانشگاهی هست که در سال 1957 در کشور عربستان سعودی تأسیس شده و همچنین این دانشگاه یک دانشگاهی هست که مجهز به کتابخانه‌های پیشرفته، آزمایشگاه‌ها و لیلیه‌های مدرن میباشد. نظر بر رتبه بندی این دانشگاه در سطح جهانی از رتبه 142 برخوردار هست. در سطح آسیا 25 و در سطح خود عربستان دانشگاه سوم می باشد. در رتبه بندی نظر بر رشته باید گفت دوستان عزیز که این دانشگاه در رشته های چون زراعت و هوش مصنوعی از رتبه بندی بالای برخوردار هست. این دانشگاه در زراعت 45 و در رشته هوش مصنوعی 148 در جهان می باشد که رتبه های خیلی بلندی هست. دوستان عزیز، حالا میاییم روی بورسیه ای که دانشگاه ارائه کرده بحث میکنیم، روی امتیازات بورسیه. دوستان عزیز، این بورسیه ای که فعلا باز هست، ثبت نامش مخصوص مقطع لیسانس است و امتیازات بورسیه کاملا یک بورسیه فول فاند است. تمام مصارف شما توسط بورسیه کاور میشه. مصارفی که بورسیه پوشش میده عبارتن از فیس دانشگاه شماست، مصرف سفر شماست، یعنی تیکت شما، لیلیه، بیمه صحی و جیب خرج ماهانه هم شامل امتیازات بورسیه می باشد. شرایط این بورسیه: کسایی که علاقمند ثبت نام به این بورسیه هستند باید شرایط ذیل داشته باشند. اگر شما یکی از شرایط هم نداشته باشین، شما واجد شرایط ثبت نام نیستین. اولین شرطی است که شما باید فارغ از مکتب باشید، یعنی کسایی که هنوز مکتب خود خلاص نکرده اونا نمیتونن به این بورسیه اپلای کنند. درجه شهادت نامه شما حداقل باید خوب باشد. دوستان عزیز، در شهادت نامه ما یک درجه داریم، یکی اعلا است، عالی است و درجه شهادت نامه شما باید خوب باشد. از خوب پایینتر قابل قبول نیست. فاصله تحصیلی شما از سال فراغت شما از مکتب بیشتر از 5 سال نباشد. کسانی که 5 سال فاصله تحصیلی دارند از سال فراغتشان هم میتونن اپلای کنند، اما کسانی که فاصله تحصیلیشان 6 سال، 7 سال یا بالاتر هست، اونا نمیتونن به این بورسیه اپلای کنند. در قسمت محدودیت سنی هم باید گفت سن شما باید در انتروال 17 الی 25 باشد. اشخاصی که 25 ساله هستن میتونن ثبت نام کنند، اما 25 به بالا، 26 27 هر چی بالاتر باشه نمیتونن به این بورسیه ثبت نام کنند. شرط بعدی است دوستان عزیز که شما قبلا از کشور عربستان سعودی چی بورسی دانشگاهی چی بورسی دولتی اخذ نکرده باشید و اسناد تحصیلی شما هم باید تایید شده باشد توسط وزارت خارجه کشور شما. مثلا شما که در مقطع لیسانس ثبت نام میکنین، شهادت نامه شما باید مهر و تایید وزارت خارجه را داشته باشه. بر علاوه از او دوستان عزیز، کسانی که به این بورسیه اپلای میکنه و زبان عربی را تسلط نداره و زبان عربی بلد نیست، اونا اول که کامیاب شدن مستقیما به رشته که اپلای کردن نمیرن. اونا وارد کالج زبان عربی میشن، در اونجا یک دوره 1 ساله یا 2 ساله زبان عربی میخونن و بعد از اتمام دوره خود اونا وارد رشته که انتخاب کرده بودن میشن. دوستان عزیز، در قسمت 1 ساله یا 2 ساله بودن دوره زبان عربی باید گفت که دوره زبان عربی نظر به یادگیری شما تنظیم میشه. دانشگاه میبینه اگر شما مثلا این توانایی را داشتین که بتونین زبان عربی را در 1 سال یاد بگیرین، دانشگاه یک پروگرام 1 ساله به شما تنظیم میکنه. اما اگر نتوانستین در 1 سال زبان عربی را شما یاد بگیرین، باز دانشگاه مدت یاد گرفتن زبان عربی را، مدت پروگرام زبان زیاد میکنه و تمدیدش میکنه به 2 سال تا شما بتونین هر چی بهتر و خوبتر زبان عربی را یاد بگیرین. و شرط آخری هم هی است دوستان عزیز که شما باید از صحت کامل برخوردار باشین، چی از نگاه فیزیکی چی از نگاه روانی باید شما کاملا صحتمند باشین. خب مرحله بعدی یا اسلاید بعدی در مورد است دوستان عزیز که شما به چی اسناد نیاز دارین زمانی که بخواین ثبت نام کنید. دوستان عزیز، برای ثبت نام شما به چند سند نیاز دارین. اولین سند تذکره شما هست، دومین سند شهادت نامه هست، سومین سند پاسپورت شما هست، چهارمین سند فرم معلومات شخصی است. ما در مرحله بعدی در هنگام ثبت نام به شما دوستان عزیز میگم که فرم معلومات شخصی چی است، از کجای فرم دانلود کنین و چگونه فرم خانه‌پوری کنین. ما یک نمونه خانه‌پوری شده فرم نحوه دانلود چه همیشه در وقت ثبت نام به شما آموزش میدم.
خب دوستای عزیز، قسمت بعدی یا مرحله بعدی این ویدیو نحوه ثبت نام است. لینک ثبت نام ما اینجا گذاشتیم، شما میتونین بسیار واضح ببینین لینک ثبت نام و همین لینک نوشته کنین در بروزرایتون. اگر مثلا این لینک از اینجا نشد میتونین در دیسکریپشن ویدیو چک کنین، همونجا ما گذاشتیم، ساده است. دیسکریپشن ویدیو رو باز کنین، اونجا جزئیات هست. در قسمت پایینی دیسکریپشن معمولا لینک میگذارم، اونجا بالای همین لینک کلیک کنین. وقتی بالای لینک کلیک کردین مراحل ثبت نام آغاز میشه و مراحل ثبت نام با هم پیش میبریم. خب دوستای عزیز، حالا میایم روی نحوه این که چگونه به این بورسیه ما شما ثبت نام کنیم. برای ثبت نام به این بورسیه دوستای عزیز کافی است که بالای لینکی که در دیسکریپشن ویدیو گذاشته شده بالای لینک کلیک کنین. بالای لینک ثبت نام که شما کلیک کنین دوستای عزیز، لینک ثبت نام شما را مستقیما میاره به این سایت. اگر با زبان عربی راحت بودین با زبان عربی پیش برین و ما با زبان عربی زیاد راحت نیستم، زیاد بلدیت کامل ندارم. زبان انگلیسی را از قسمت انتخاب میکنم تا وبسایت تبدیل شه به وبسایت انگلیسی. خب فعلا زبان وبسایت در حال تبدیل شدن است از زبان عربی به زبان انگلیسی. زبان وبسایت انگلیسی شد دوستان عزیز. از این قسمت ما میتونیم اپلای کنیم. دوستان عزیز، از زمانی که من به شما معلومات میدادم درباره بورسیه، به شما گفتم که یک دونه فرم معلوماتی هم از جمله اسناد مورد نیاز است. اون فرم معلوماتی را ما و شما میتونیم از همین قسمت پایینی این نوشته زرد که هست نوشته است download the personal information form to attach it during registration. از اینجا دانلود کنیم. کافی است بالای همین نوشته شما کلیک کنین. وقتی بالای این نوشته شما کلیک کنین یک تا فایل PDF دانلود میشه. ما بالایش کلیک کردم ببینیم که دانلود میشه یا نمیشه. بله، در حال دانلود شدن است دوستان عزیز. دانلودش کامل شد. باز میکنم تا شما فرم ببینین. خب یک فرمی هست در قالب PDF دوستان عزیز. در این فرم ما و شما باید قبل از ثبت نام خانه‌پوری کنیم، چون در هنگام ثبت نام نیاز است. اینجا عکس نیاز است، اینجا نام ما و شما، پاسپورت نمبر، نوعیت پاسپورت ما، تاریخ انقضای پاسپورت ما، ملیت ما و شما نیاز است. در اینجا جنسیت باید نوشته کنیم. در اینجا زمان و مکان تولد باید نوشته کنیم. در اینجا کوالیفیکیشن تایپ باید نوعیت واجد شرایط بودن خود، در اینجا تخصص خود، اینجا محل کار، نوعیت وظیفه‌ای که ما داریم، موبایل نمبر، تلفن نمبر، شهری که زندگی میکنیم، ولسوالی که زندگی میکنیم، نام منطقه‌ای که در زندگی میکنیم، نام سرک ما، نام شماره ساختمان ما و شما، شماره خانه ما و شما باید در قسمت ها نوشته شود. در قسمت پایین دوستان عزیز اینجا باید لینک فیسبوک خود نوشته کنین شما. در قسمتی که اینجا ایکس نوشته است لینک توییتر سابق یا ایکس فعلی رو باید لینکش بگذارین. در قسمت ایمیل باید ایمیل شما اینجا نوشته کنین. خب دوستان عزیز، من یک فرم خانه‌پوری رو به شما نمایش میدم تا شما ببینید که فرم چه قسم خانه‌پوری میشه و مشکلی در خانه‌پوری فرم باقی نمانده. دوستان عزیز، فرمت فرم PDF است. دوستان ما در ویدیوهای قبلی گفتن که ما در قسمت خانه‌پوری فرم مشکل داریم. من بازم به شما میگم دوستان عزیز، این فرم شما چون جدول داره، اگه به ورد تبدیل کنین احتمالاً گدوات میشه. بهترین کارش اینمی است که یک PDF ریدر است، برام فاکسیت ریدر، نام از امیر در گوگل نوشته کنین، باز به زبان فارسی نوشته کنین، دانلود میتونین دانلود کنین. اونجا راهنمایی نصبش هم هست. وقتی که رو دانلود کنین از این قسمت تایپ رایتر کلیک کنین، PDF یک بای باز کنین، تایپ رایتر کلیک کنین و هر جایی که با تایپ رایتر کلیک کنین شما میتونین متن نوشته کنین. و وقتی که خواستین عکس علاوه کنین بیاین در قسمت هوم از اینجا ایمیج انوتیشن انتخاب کنین. وقتی ایمیج انوتیشن انتخاب کنین ماوس شما این قابلیت پیدا میکنه تا یک ساحه را انتخاب کنه. این در حقیقت همون ساحه است که شما میتونین در اون ساحه عکس علاوه کنین. مثلا من این قسمت انتخاب میکنم، میخوایم در این قسمت یک عکس علاوه کنم. اول ایمیج انوتیشن انتخاب کردم، بعد از این قسمت روی گزینه براوز کلیک میکنم. روی گزینه براوز کلیک کردم از من میخواد که یک دانه عکس انتخاب کنم. من یک دانه عکسی که میخوایم اینجا علاوه کنم به طور مثال عکس شاهینه انتخاب میکنم و بعد روی دکمه اوکی کلیک میکنم. ببینید دوستان عزیز این عکس به چه آسانی علاوه شده. از این قسمت میتونم عکس تنظیم کنم، کوچک کنم، بزرگش کنم و مطابق همون فرم تنظیمش کنم. خب من یک عکس فعلا دیلیت میکنم، فقط برای راهنمایی شما این کارو کردم تا شما بتونین این فرم خانه‌پوری کنید. خب دوستان عزیز، این فرم خانه‌پوری شده است. اینجا نام، معلومات پاسپورتتان نیاز در قسمت پاسپورت تایپ نورمال نوشته کنین. ببینین مطابق من خانه‌پوری کنین دوستان عزیز. در قسمت کوالیفیکیشن های اسکول دیپلم نوشته کنین. در قسمت جاب تایتل اند ورک پلیس اگر جای کار میکنین در قسمت جاب تایتل نام شغلتان، در قسمت ورک پلیس مکان کارتان نوشته کنین. بخش اسپشیالایزیشن خالی بونین دوستان عزیز، ما شما تخصص خاصی نداریم. و در قسمت پایین بخش آدرس است دوستان عزیز. در اینجا موبایل نمبر و تلفن نمبر از ما شما میخوای. شما اگر دو نمبر دارین یک شده موبایل نمبر نوشته کنین، یک شده تلفن نمبر. اگر یک نمبر دارین هر دوی شده می دو خانه که مربوط موبایل نمبر و تلفن نمبر است هر دویش یک شماره نوشته. در قسمت سیتی نام شهری که زندگی میکنین. در قسمت دیستریکت نام ولسوالی یا ناحیه‌ای که زندگی میکنین. در قسمت نایبرهود نام منطقه تان نوشته کنین. مثلا منطقه داریم ما در کابل، دارالمان، دی سبز، اینا نام منطقه هستن.
خب دوستان عزیز، در قسمت استریت نیم نام سرک باید نوشته کنیم. ما و شما در قسمت بیلدینگ نمبر و هاوس نمبر اگر خانه‌تان نمبر داره نمبرش نوشته کنین، اگر نداره هم یک شماره نوشته کنین. اینا زیاد چیزای مهم نیست. خب دوستان عزیز، میایم روی قسمت پایین که بخش سوشال میدیا اند لینک است. در قسمت فیسبوک باید لینک فیسبوک تان نوشته کنین. در قسمتی که اینجا ایکس نوشته است حساب توییتر، لینک حساب توییتر تان باید نوشته کنین. اگر حساب توییتر یا حساب فیسبوک ندارین نوشته کنین. اما در قسمت ایمیل باید 100% ایمیل تان نوشته کنین. اینجا نمیتونین نوشته کنین و امو ایمیل را نوشته کنین که شما همراه از ایمیل ثبت نام کردین یا همراه از ایمیل اکانت میخواین بسازین. خب دوستان عزیزی بود از فرم. میریم حالا دوباره برمیگردیم به وبسایت تا ادامه ثبت نام پیش ببریم همراه هم دیگر. خب دوستان عزیز، اینجا گزینه هست به نام لاگین. گزینه مربوط کسایی میشه که اونا قبلا اکانت دارن و به درد ما شما زیاد نمیخوره. ما و شما وقتی اکانت ساختیم میتونیم از این گزینه استفاده کنیم و بیایم وارد اکانت خود شویم. اما ما و شما چون فعلا تازه جدید هستیم مثلا اکانت نداریم، بالای این گزینه نیو رجیستریشن باید کلیک کنیم. وقتی بالای از این گزینه کلیک کنین دوستان عزیز یک صفحه جدید باز میشه. من کلیک میکنم بالای از این. بله صفحه جدید باز شد. دوستان عزیز اینجا من کمی زوم میکنم ببینید دوستان عزیز، در قسمت اول از ما و شما یک سوال کرده که دوی have a valid resident identity. گفته آیا شما تذکره یا اقامت عربستان دارین؟ در قسمت نو رو انتخاب کنین دوستان عزیز. دوستان عزیز یک گپ باید متوجه باشین که شما فقط میتونین یک تا اکانت این وبسایت بسازین. در این قسمت شماره پاسپورت تان نوشته کنین چون این اکانت ها بر اساس شماره پاسپورت ساخته میشه. پس در اول ایمیل تان چک کنین که ایمیل تان درست باشه. در قسمت جندر جنسیت انتخاب کنین، میل مرد، فیمیل خانم. در اینجا همون شماره ای که اینجا نوشته هست میتونین نوشته کنین. بازم تاکید میکنم دوستان عزیز اول ایمیل تان چک کنین که ایمیل تان درست است، در موبایل تان باز است، پسورد ایمیل خود میفهمین. بعد از او ایمیل در ساختن اکانت استفاده کنین. چون دوستان عزیز وقتی که یک دفعه شما با ایمیل خراب اکانت ساختین و اکانتتون درست نبود دیگه نمیتونین اکانت بسازین، چون پاسورد نمبرتون در وبسایت ثبت میشه، وبسایت به شما دیگه اجازه نمیده. در قسمت پسورد دوستان عزیز پسورد ما شما فقط باید عدد باشه. در قسمت پسوردتون نوشته کنین. در قسمت کانفرم پسورد اما پسوردتون تکرار کنین. در قسمت ایمیل هم ایمیلتون باید نوشته کنین. من ایمیل خودم حفظ نیستم، از این قسمت کاپیش میکنم و اینجا میخوایم پیست کنم، اما متاسفانه فکر کنم پیست نمیشه. بله گزینه پیست فکر کنم بله کار نمیته. خب مشکل نیست، من در اینجا پیستش میکنم و در پایین نوشته میکنم. خب ایمیل خود بنویسم حمید جان افغان 20@gmail.com. خب ایمیل خود نوشتم. یک دفعه چک کنم که کدام اینجا اچ کلان داره میشه باید به کوچک تبدیل کنم. ایمیل خود نوشتم ببینم کدام جای ایمیلم اشتباه نیست که اصلا با مشکل مواجه نشیم. نه ایمیلم درسته. در قسمت هم باید ایمیل خود تکرار کنم حمید جان افغان @gmail.com. gmail.com بله شد. خب فکر کنم یک چی یادم رفته، عدد 20 یادم رفته. بله جیمیل ما یک 20 هم داره، قبل از ات اینجا باید یک 20 علاوه کنم. خب شد. دوستان عزیز در قسمت موبایل نمبر اول کد کشورتون انتخاب کنین، بعد از او شماره تون بدون صفر نوشته کنین. مثلا داریم 078 وقتی مثبت 93 بود مثبت 93 من دیگه صفر میکنه. در قسمت کانفرم موبایل نمبر هم موبایل نمبرتون در قسمت قبلی که نوشته کردین اینجا تکرار کنین. وقتی که معلومات کامل شد یک دفعه از اول چک کنین کدام جای اشتباه نباشه، چون این مرحله مهم است. وقتی که اشتباهی موجود نبود روی دکمه کانتینیو رجیستریشن کلیک کنین تا معلومات ما شما ثبت شود و وارد پورتال شویم. بله دوستان عزیز ما شما موفقانه ثبت نام شدیم و موفقانه اکانت ما ثبت شد در وبسایت. ثبت نام تازه شروع شده و این لینک این صفحه است دوستان عزیز، صفحه ثبت نام است. ما شما باید تمامی از این معلوماتی که از ما شما خواسته شده این معلومات خانه پوری کنیم. خب دوستان عزیز اینجا نام ما شما را به زبان عربی از ما شما خواسته. بهترین کار برای تبدیل نام به زبان عربی اگر شما زبان عربی رو بلد نیستین اینمی است که شما از گوگل ترنسلیت استفاده کنید. خب دوستان عزیز ما نامه را قبلا نوشته کردیم برای اینکه ویدیو زیاد طولانی نشه و ماوس هم درست کار نمیته، کامپیوترم کمی سلو کار میته. خب به حالت عادی برگشت. در قسمت باید ایمیل تان نوشته کنین دوستان عزیز، اون ایمیلی که شما همراهش اکانت ساختین و از گوگل ترنسلیت هم میتونین یک سمت انگلیسی یا فارسی بگیرین و یک سمت عربی و میتونین نامتون رو به زبان عربی پیدا کنین. خب دوستان عزیز در قسمت فرست نیم نام خودتون باید به زبان عربی نوشته کنین. در قسمت father name in Arabic نام پدرتان باید به زبان عربی نوشته کنین. در قسمت third name in Arabic نام پدرکلانتان باید به زبان عربی نوشته کنین. در قسمت last name تخلصتان باید به زبان عربی نوشته کنین دوستان عزیز.
مثلا تخلص ما احمدی است، ما احمدی نوشته کنیم. در قسمت first name in English نامتان باید به زبان انگلیسی نوشته کنین دوستای عزیز. در قسمت father name in English نام پدرتان باید به زبان انگلیسی نوشته کنین. مثلا نام پدر ما هست احمد، نوشته کردیم احمد. این قسمت دوستای ما مشکل میخورن، میگن نام سوم منظورش چیست؟ منظور از نام سوم third name in English دوستای عزیز همون نام پدرکلان است یا ولدیت است منظور. last name in English تخلص شما به انگلیسی. در قسمت nationality ملیت انتخاب کنین. در قسمت home phone number شماره تماس خانه رو میخواد. در قسمت موبایل نمبر شماره تماس خود شما میتونید هر دوی از این قسمت ها شماره تماس خود نوشته کنین، هیچ مشکلی وجود نداره. در قسمت marital status حالت مدنی شما، اگه مجرد هستین سینگل، اگه مرید هستین مری، اگه ازدواج کردین مرید انتخاب کنین. اینجا سوال کرده do you have any problem in speaking or listening، گفته شما آیا کدام مشکلی در حرف زدن دارین؟ اینا رو کلا نو انتخاب کنین. در قسمت birth information معلومات تولد ما شما رو میخواد. date of birth تاریخ تولد خود باید نوشته کنیم. country of birth کشوری که ما شما در اونجا تولد شدیم. city of birth شهری که ما شما تولد شدیم. در قسمت applicant job information در مورد وظیفه ما شما معلومات میخواد. اگر بیکار هستین unemployed انتخاب کنین. اگر در ارگان دولتی کار میکنین work in governmental انتخاب کنین. در قسمت organization name نام همون اداره‌ای که کار میکنین. در قسمت job title نام شغلتان نوشته کنین، نام وظیفه‌تان. اگر در سکتور خصوصی کار میکنین work in private sector انتخاب کنین. ما فعلا کار نمیکنم، من employed انتخاب میکنم. در قسمت emergency personal information نام یک شخص باید نوشته کنین که در حالت عاجل دانشگاه بتونه با او تماس بگیره. مثلا من هلال، نام هلال نوشته میکنم، یکی از دوستایم است. در قسمت ایمیل شده. در قسمت فون نمبر یا موبایل نمبرم شماره تلفن شده. در قسمت های اسکول سرتیفیکیت اینفورمیشن معلومات میخواید در مورد مکتب ما شما. کشوری که شما میگه مکتبتون خواندین کجا هست، ما میگیم ما مکتب در افغانستان خواندیم. نام مکتب باید اینجا نوشته کنیم. مثلا نام مکتب مست احمد های اسکول گریجویشن اییر، تاریخ فراغت از مکتب باید اینجا نوشته کنیم دوستای عزیز. در قسمت جنرال های اسکول تایپ ساینتیفیک انتخاب کنین. در قسمت فاینال گرید جی پی ای فیصدی تان نوشته کنین. در قسمت دوم اشاریش نوشته کنین که ماده نوشته کنیم. در قسمت پرسونال اینفورمیشن دوستای عزیز در قسمت کوالیفیکیشن بیاین نوشته کنین های اسکول دیپلوما. های اسکول دیپلوما. اینی بخشا دوستای عزیز فول نیم، ایمیل، هوم فون نمبر، پاسپورت نمبر، موبایل نمبر، اینا چون قبلا ما پر کردیم به صورت اتومات خودشون پر شدگی است، نیاز نیست که شما ایدیتش کنین. در قسمت سیتی شهر که زندگی میکنین. در قسمت ریجن نام منطقه‌ای که زندگی میکنین مثل نیبرهود. در قسمت دیستریکت نام ولسوالی را نوشته کنین، نام ناحیه. در قسمت استریت نیم نام سرک. در قسمت بیلدینگ نمبر شماره خانه. در قسمت اپارتمنت نمبر شماره اپارتمانتون. اگه شماره نداره یک شماره نوشته کنین، زیاد مهم نیست بخشا. در قسمت توییتر یو آر ال و فیسبوک یو آر ال لینک توییتر فیسبوک تون باید نوشته کنین. اگه ندارین کافی است که نوشته کنین not exist. خب در قسمت پایین از ما شما اسناد میخوای که ما شما اسنادی که اینا نیاز است باید اپلود کنیم دوستای عزیز. در قسمت آیدنتیتی ایمیج عکس تذکره ما شما باید باشه، اسکنش به شکل پی دی اف باید باشه، هم او سمت انگلیسی هست هم سمت که فارسی است. از این قسمت میتونین کلیک کنین، انتخاب کنین فایلتون و اپلود کنین. در قسمت first grade certificate، second grade certificate، third grade certificate منظورش صنف 10 صنف 11 و صنف 12 است. شما در قسمت ها میتونین همون شهادت نامه‌تون اپلود کنین، چون هم نتایج صنف 10 اونجا است، هم نتایج صنف 11 اونجا است و هم نتایج صنف 12. در این قسمت ترانسکریپت دوستای عزیز فقط همون سمت شهادت نامه‌تون که نمراتتون است اپلود کنین. در قسمت پاسپورت، در قسمت گود کانداکت، در قسمت پرسونال دیتا فرم همون فرمی که معلومات شخصی که از سایت دانلود میشه اپلود کنین. در قسمت شما سوال کرده have you registered to other university or college. این دو سوال اگر مثلا ثبت نام کنین در کدام دانشگاه یا اسم میتونه انتخاب کنین، اما پیشنهاد ما بر شما همی است که میره نو انتخاب کنین، نو خوبتر است. do you hold a university degree سوال دومی است که شما سند از دانشگاه دارین، بازم نو انتخاب کنین، چون برای مقطع لیسانس است. شما انتخاب کنین که سند دارین احتمالاً چانستون کم میشه. بعد از معلوماتتون چک کنین و بیاین پایین روی دکمه سیو دیتا کلیک کنین. بعد از اینکه معلوماتتون چک کردین و مطمئن شدین که معلوماتتون درست است، خب معلومات ما شما موفقانه سیو شد دوستای عزیز. خب ما اومدیم قسمت انتخاب رشته دوستای عزیز. در اینجا ببینید چند کالج موجود است، چند فاکولته موجود است. فاکولته شرعیه موجود است، فاکولته بیزنس ادمنستریشن موجود است، فاکولته ساینس موجود است، فاکولته هیومن کالج یا فاکولته علوم انسانی. داخل از فاکولته ها که است چندین رشته است دوستای عزیز. ما شما فعلا هم تو عمومی انتخاب میکنیم، نمیتونیم مشخصا انتخاب کنیم. باز پسان یک سال زبان عربی یا 2 سال زبان عربی که تمام شد بعد از اون میتونیم مشخصا انتخاب کنیم که مثلا ما میخوایم در فلانی رشته علوم انسانی اپلای کنیم. این زمان انتخاب میشه که ما شما کامیاب شیم و بریم به عربستان.
خب وقتی بالای سیو میجورز کلیک کردین دوستای عزیز، شما میتونید سیو میجورز کلیک کردین، همون معلوماتتون سیو میشه. دوستای عزیز شما میتونین بالای سیو میجورز کلیک کنین، مطمئن شوین که سیو میشه. بله سیو شد. وقتی که بالای سیو میجورز کلیک کردین در پنجره بعدی که اومدین، یعنی معلومات درست ثبت شده. باز ماوس کامپیوترم جام کرد، ماوس من درست کار نمیکنه، میفهم چه مشکل پیش اومده. خب دوستای عزیز وقتی که ما ثبت نام شما کامل شده، باید با شما حداقل 2 تا ایمیل آمده باشد در جیمیل که ما شما در وبسایت نوشته کردیم. ما جیمیل خود چک میکنم دوستای عزیز، اگر 2 دانه جیمیل به ما آمده بود یعنی ثبت نام ما موافقانه است. اینی جیمیل است که امی دفعه آخر به ما آمده وقتی ما همو انتخابای خود سیو کردم. خب ما بالای ایمیل اول کلیک کردیم که باز شه و اما در حال لودینگ است. بله باز شد دوستای عزیز. ببینید اینجا به ما گفته که انتخاب 4 تا انتخاب تو سیو شد. ایمیل که به شما آمد این دقیقاً تاییدی است، یعنی اپلیکیشن شما به صورت درست کامل سیو شد یا به حساب اپلود شد به سایت. ثبت نام شما کامل بود و موفق بود. و یک ایمیل قبل از ایمیل آمده که او ایمیل زمان آمده که من اکانت خود ساختم. در اینجا جزئیات اکانت ما است، مثلا شماره پاسپورت ما است و رمز ما هم آمده. دوستای عزیز این 2 ایمیل هم باید به شما بیاید. خب دوستای عزیزی بود از ثبت نام. اینجا تعداد قوانین است، شما میتونین بخونین، چیزای زیاد مهمی نیست. گفته که مثلا شما میتونین ترتیب رشته ها را یا رشته ها را تغییر بدین تا زمانی که سایت باز است. وقتی سایت بسته شده کار نمیتونین. اینجا تعداد چیزا هست، ما چیزای مهمش خواندم، خلاصش به شما میگم دوستای عزیز. خلاصشی است که میگه شما وقتی ثبت نام میکنین، این وقتی ثبت نام کردین، ثبت نام کردن شما بنای 100% قبول شدن شما نیست، بلی یک چیز است که در هر اسکالرشیپ هست. و در این قسمت هم دوستای عزیز ما میتونیم ترتیب رشته های خود را تغییر بدیم. مثلا اینجا ببینین یک اروز یا یک تیر هست، من کلیک کردم ببینید شریعه بالا رفت، کالج شریعه بالا رفت، باز کلیک کردم باز کالج شریعه دوم شد. مثلا پایین کلیک میکنیم کالج شریعه میاد پایین. از اینجا میتونیم ترتیب رشته های خود را تغییر بدیم. وقتی تغییر دادیم دوباره روی دکمه سیو کلیک کنیم. دوستای عزیز اینجا گفته که ثبت نام شما به معنای کامیاب شدن شما نیست و گفته وقتی شما کامیاب شوین هم مینیستری اف ادویکیشن شما رو باید تایید کنه. یعنی 2 تا از 2 تا جای ما شما باید تایید شویم، یکی دانشگاه ما شما رو انتخاب کنه، یکی مینیستری اف ادویکیشن. خب اصل مهم میشه می دانشگاه است دوستای عزیز. وقتی دانشگاه ما شما رو انتخاب کنه، مینیستری اف ادویکیشن تا اسناد ما شما رو چک میکنه و احتمالاً ما شما در اونجا چانس زیاد داریم برای قبول شدن. خب دوستای عزیزی بود از ویدیوی امروز. اینجا تعداد متن ها هست، اینا رو شما میتونین بخونین. هر سوال، انتقاد، پیشنهادی که داشتین درباره بورسیه، درباره ویدیو میتونین با ما شریک کنین. انتقادهای شما، نظرات شما برای ما ارزشمند است. تشکر از اینکه تا پایان ویدیو همراه ما بودین. لایک و کامنت و سابسکرایب و شیر ویدیو برای دوستانتان، اذیتتان نروه. وقت همه‌تان خوش. خدا حافظ.